این رسانه فعال شده به زبان محلی و به زبان بلوچی که یکی از زبانهای مهم ایران هستش. اما اساس این که یک رسانه چگونه نوشته میشه و نگارش میشه زبان هست. ما باز هم زبان رو در قانون اساسی داریم، در اصل 15 قانون اساسی، که همه اقوام ایرانی میتونن در کنار زبان رسمی که همون زبان فارسی باشه ادبیات قومی خودشون رو یا ادبیات محلی خودشون رو آموزش بدن. ببینید این الان اینجا یه نقصه که ما رسانه‌ای داریم که میتونیم توش قلم بزنیم به زبان بلوچی، اما افرادی مثل من، خودمو مثال میزنم، که میتونم در همه زمینه‌ها بنویسم، از خواندن و نوشتن، حتی من نمیتونم بخونم و به راحت بگم، به زبان بلوچی عاجزیم. چرا؟ چون آموزش ندیدیم در دوران کودکی. ما از یادگیری ادبیات زبان مادری خودمون در ایران محروم بودیم و این رو هم من متوجه سیاستگزاران آموزشی یا اونایی که در سطح کلان هستن و می ترسن از این که ممکنه که زبان فارسی که زبان رسمی ایران هست آسیب ببینه، در صورتی که اینجوری نیست. ما باید مراجعه کنیم به پژوهش‌هایی که در سازمان یونسکو شده، یونیسف شده، در کل دنیا، یا تجربه‌های کشورهای چند زبانه رو ببینیم که چگونه هم از زبان رسمیشون حفاظت کردن و هم زبانهای محلیشون رو تقویت کردن و هم یه تعاملی بین زبانهای محلی و زبان رسمیشون برقرار کردن. من معتقدم که اگر زبانهای محلی ما که میگیم زبانهای اقوام، اینا زبانهای خیلی قوی هستن، تقویت بشن و آموزش بدن در مدارس و بچه‌ها یاد بگیرن در دوران کودکی، نه تنها زبان فارسی تضعیف نمیشه بلکه تقویت هم میشه. ما میتونیم زبان فارسی رو حتی به دنیا هم منتشر کنیم، صادر بکنیم، ولی ما محکم اونو، من اینجوری همیشه مثال میزنم، میگم زبان فارسی رو گذاشتین تو یک حفاظ شیشه‌ای که کسی نمیتونه بهش نزدیک بشه. رسانه یکی از ابزار آموزش هست دیگه، درسته؟ مطبوعات، رسانه ها، تلویزیون، همه اینا ابزارهای آموزش هستن. خب مخاطب من یک کودک قرار میگیره، من میخوام به این کودک آموزش بدم، میخوام که بهش بگم که آقا شما چجوری از این موبایل استفاده کن. میخوام به زبان بلوچی بگم. چرا؟ چون وقتی شما به زبان خودش داری باش صحبت میکنی راحت تر میپذیره اینو رو. از نظر روانشناختی میگم، شما توی جمعی اگه قرار بگیرید که مثلا میگم یکی حالا کت شلوار پوشیده مثل شما جای دیگه نیست، شما دقیقاً کنار اون میشینید. این ناخودآگاه هست. و زبان هم همین جوری هست. شما هر جایی که برید با زبان محلی اونجا صحبت کنه شما رو سریعتر میپذیرن. پس ما مخاطب میخوایم تربیت بکنیم. مخاطب رو کجا تربیت میکنیم؟ مخاطبای ما نیروهای انسانی مثلا توی مدارس هستن. آقا چه اشکال داره؟ ما عربی داریم آموزش میدیم، مگه انگلیسی آموزش نمیدیم؟ خب زبان محلی کودک رو هم که در قانون اساسی هست و این اصلا ایرادی به نظام نیست، نظام قانون اساسی این ظرفیت‌ها رو در نظر گرفته، ولی چگونه این رو باید بیایم عملی بکنیم و ادبیات زبانهای محلی رو هم در کنار زبانهای دیگر از کودکی ها، نه راهنمایی، زبان مادری در کودکی اگر به کودک آموزش داده نشه خیلی سریع فراموش میشه. ما گویشوران زیادی داریم ولی نویسندگان نداریم. من خودم نمیتونم بنویسم و حالا مثلا فرض کنین ترجمه بشه هم به درد من نمیخوره. چرا؟ چون من میخوام بنویسم خودم. یک کارکرد شناختی هستش. بنابراین پیشنهادم اینه به دستاندرکاران و برنامه‌ریزان آموزشی در سطوح بالا که دیگه دست ما بهشون نمیرسه، در
سطح کلان دارن برنامه ریزی میکنن و هم کمیسیون آموزش مجلس که اینو مصوب بکنن ادبیات نه تنها بلکه همه اقوام ایرانی، زبانهای ایرانی رو آموزش بدن به عنوان یک درس. مثل اینکه مثلا ما انگلیسی رو ABC داریم یاد میدیم به بچه‌ها، ولی کی یاد میدیم؟ راهنمایی. مثلا چرا بچه‌های ما زبان انگلیسی رو یاد ندارن یا اینکه اصلا متنفرن؟ برای اینکه دیر یاد میگیرن. ما در دوران کودکی نه یک زبان، هر چند تا زبان میتونیم به بچه‌ها یاد بدیم. ضمن این که به زبان فارسی هم خب به زبان رسمی نگاه میکنیم دیگه. مگه هند اینجوری نیست؟ هند یه زبان انگلیسی زبان اینترنشنالشون هست، می نویسن، زبان رسمیشون هست و هم زبان هندی زبان رسمیشون هست، به اون زبان میخونن می نویسن و در این حال زبانهای محلی رو هم آموزش میدن. یعنی بچه هاشون 3 زبانه میشن، 4 زبانه میشن ولی هیچ آسیبی نه. شما هر نقطه از دنیا حداقل دور بر ما برید اکثر هندی بلدن، درسته؟ انگلیسی رو که خب ما خودمونم به سختی یاد گرفتیم چون تو سنین بزرگسالی یاد گرفتیم، مجبور شدیم. پس آموزش زبان لازم هست. چرا؟ چون زبانهای اقوام سرمایه‌های ملی هستن در هر کشوری. باید ازشون حفاظت کنیم، باید نگهشون داریم، باید مراقبشون باشیم که این سرمایه هنگفت رو از دست ندیم. چون کودکان 2 زبانه واقعی، ما کودکان 2 زبانه واقعی نداریم، باهوش هستن، اینا سرمایه هستن، به اینا میگن گنج‌های پنهان. میبینید که شما در همه مناطق که میرید چه افراد نابغه‌ای میبینید که ناشناخته هستن. خب اینا اگه از دوران کودکی آموزش ببینن که قطعاً قوی‌تر و بهتر میشن و ما در راستای توسعه جامعه خودمون از این نیروی انسانی قوی میتونیم استفاده بکنیم. حالا مثلا در این کنار میگم اگر این سیاست رو هم بخوان پیاده بکنن که خیلی عالی هست و من از همینجا از خانم هایی که اینجا هم دارن فعالیت میکنن این انتظار رو دارم که فعالیت بیشتری داشته باشن، شناخت اون افرادی رو که واقعا میدونن که اینا اهل قلم هستن، اهل فرهنگ هستن، ناشناخته هستن، فعال هستن، بشناسونن و رسانه قوی، رسانه هست که محتوای قوی داشته باشه. تولید محتوا خیلی مهم هست و میگن جامعه هم قوی هست یا قشر قوی هست که رسانه تو دستش باشه. شما ببینید همه افراد از گروه‌هایی میترسن که رسانه‌های قوی دارن، چون در عرض چند ثانیه میتونه اندیشه‌شو اگر چند زبانه باشه که به همه دنیا مخابره میکنه. ممنون و متشکرم و امیدوارم که باز سال بعد اینجا ما برای افتتاح آکادمی زبان بلوچی در چابهار باشیم.